جمعیت سهامی پوشیده آبی زلال شهر استرافشان باز یک خط نوی تکنولوژی با فعالیت شروع نمود. در آغاز استحصالات این خط نوی تکنولوژی رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده اشتراک نموده عملی شوی چنین تدبیر مهم را اقدام شایسته در تطبیق هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت کشور و دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عاید بر رشد صاحبکاری استحصالی معنی داد نمود. خط نوی تکنولوژی اساساً به قبول و کارکرد انگور و از آن استحصال شربت طبیعی انگور و قند مایع از انگور یا شیرینی انگور نگرانده شده است. بنا به اطلاع برای استحصال محصولات از انگور دستگاه و تجهیزات معاصر و پیشرفته تکنولوژیکی در آسیای مرکزی یگانه و در سطح جهانی همگی 6 عدد چنین دستگاه تکنولوژی وجود دارد وصل و نصب گردیده است. برای وارد و نصب دستگاه و تجهیزات استحصالی 2 میلیون یورو خرج گردیده. استحصال شربت و شهد و افشوره و قند مایع از انگور نخستین اقدام در تاجیکستان است. برای استحصال محصولات همه نمود انگور موافق بوده. الحال انگور نوعی طایفی را قبول و مورد کارکرد قرار دادند. تا امروز از جانب جمعیت 2000 تن انگور قبول و کارکرد شده. همه روزه تا 40 تن انگور از کارکرد خوش صفت برآورده می شود. انگور را تا این مرحله اساساً از شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان وارد نمودند و الحال انگور را از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت از جمله شهر استراوشن که از منطقه‌های اساسی باغ و تاک پروری است خریداری نموده ایستادند. در ولایت سوخت زمینه‌ها برای فعالیت کارگاه و کارخانه‌های کارکرد محصولات کشاورزی از جمله میوه و سبزیجات موجود بوده. در دایره رشد ساحه باغ و تاک پروری زیاد گشتن میدان‌های نوی باغ و تاک و تدبیرهای از نو برقرار کنی باغ و تاک کهنه و فرسوده گشته است که حجم استحصال انواع محصولات کشاورزی از جمله انگور می‌افزاید. تا این مرحله سال 2021 در همین شکل‌های خواجگیداری شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت 47724 تن نوع‌های گوناگون انگور استحصال گردیده است که این نشان داد نسبت به همین دوره سال 2020 4375 تن زیاد میباشد که حجم زیادی استحصال انگور به شهر استراوشن راست میآید. شربت و قند مایع که از نوع‌های انگور استحصال می‌گردند از جهت اکولوژی تازه و طعم و مزه شیرین و طبیعی دارد که طلبات به محصولات شیرین و طبیعی تاجیکستان در بازار جهانی می‌افزاید. میوه انگور در خط تکنولوژی شسته کارکرد شده، در خط دیگر فشرده شربت از پوست جدا کرده شده. شربت انگور از کارکرد خوش‌صفت با حرارت معیاری برآورده روشن و صاف کرده می شود. بنا به معلومات متخصصان تکنولوژان از 1 تن انگور 700 کیلوگرم شهد و 600 تن قند مایع استحصال می گردد. قند مایع را به جای شکر در استحصال آب نوشاکی و شربت و افشوره ها استفاده می کنند که آن از جهت ترکیب منفعت بخش و به سلامتی فایده آور است. برای فعالیت منتظم و با نظام خبیره انگور و دیگر نمودی میوه و سبزیجات در خط علاهیده استحصالی کارکرد شده در خلطه های علاهیده همچون اشیای خام نیم تیار جا داده می شود که این از راه و عامل های فعالیت دائمی استحصالی است. با به استفاده دادن خط نوی تکنولوژی 25 جایهای نوی کاری فراهم آورده شده. صورت افزایش جمعیت سهامی پیچیده آبی زلال تا 133% و حجم صادرات 3 مراتب افزایش داده شد. محصولات اساساً به منطقه های اروپا، فدراسیون روسیه و قزاقستان به صادرات روانه می گردد. در همین 8 خط استحصالی 120 نامگو محصولات برآورده شده. دوام 9 ماهی همین سال حجم استحصال با مبلغ 313 میلیون و 156 هزار تومانی تامین گشته است. رئیس ولایت به اقدام رشد استحصالات جمعیت بهای بلند داده تاکید داشت که افزون نمودن حجم صادرات از راه و عامل‌های مساعدت به رشد اقتصاد ملی است. این خط تکنولوژی این یگانه خط تکنولوژی می باشد که در آسیای میانه یگانه خط تکنولوژی می باشد. ما در آینده وظیفه دار هستیم که در ترکیب محصولاتی که ما اساساً با شکر استحصال میکنیم همین شکر رو با همین محصولات
شکری مایعی که ما در این خط تکنولوژی استحصال میکنیم عوض مینماییم. این طبیعی میباشد. این شکری که ما استحصال میکنیم این طبیعی از انگوری تاجیکستان خودمون. تو همین روز ما انگور از طرف جنوب دسترس کردیم. از همین خواجگی دهقانی خودمون که در همین ولایت سوخت است و یا هم با ما دسترس کرده ایستادن. آینده عزم داریم که محصولات همین استحصال شربت ها رو در خارج کشور صادرات کنیم. در رشد ساحه صنعت استراوشن صاحبکاران اقدام‌های نجیب را در زمینه توجه و دستگیری‌های دولتی عملی می‌نمایند. با سهم صاحبکار دوران محمدیف در جماعت دهات چهارباغ شهر استراوشن بلو کارکرد شیر و استحصال محصولات شیری بنیاد می‌یابد. رئیس ولایت رجب احمدزاده از رفت نصب و وصل تجهیزات کارگاه بازدید به عمل آورده در همه شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت و خصوص در جماعت و دهات بنیاد شدگی کارگاه و کارخانه‌های خرد و میانه استحصال محصولات شیری را از عامل‌های مساعدت به استحصال محصولات خوش‌صفتی طبیعی فراهمسازی جایهای کاری برای ساکنان تامین قناعت بازار استعمالی با محصولات خوش‌صفتی وطنی ارزیابی نمود. برای وارد دستگاه و تجهیزات تکنولوژی 1 میلیون سومانی مبلغ خرج گردیده. دستگاه و تجهیزات اساساً استحصال جمهوری چین می باشد. صاحبکار عزم دارد در مرحله اولی فعالیت در یک شبانه روز تا 2 تن شیر را قبول و کارکرد نموده تا 6-5 نامگو محصولات شیری استحصال نماید. بر رهبریت شهر استراوشن توصیه داده شد که با بنیادی فرمه‌های نو و برقرارسازی فرمه‌های موجوده چارواداری که از کار ماندن سرشمار چاروای خوش‌ذات سرمحصول زیاد کرده شود. اهل خواجگیداران خواجگی دهقانی عبدالجلیل بابایی جماعت دهات چهارباغ از کارتوشکا حاصل فراوان میگیرند. عین حال در جماعت دهات چهارباغ و دیگر منطقه های نزدیکی شهر استراوشن جمع آوری حاصل کارتوشکا ادامه دارد. در این منطقه و موضع ها خواجگیداران و اهالی اساساً از کارتوشکای درپز نوهای شکرانه و کندار استفاده می نمایند که به اقلیم منطقه خاص است. خواجگیداران کارتوشکا را در منطقه های کوهی و نزدیک کوهی ماه های اپریل مای کشت نموده. سالهای آخر با استفاده مقصدناک زمین نوع و تخمی های حاصلناکیشان بلند حجم استحصال را افزون و حاصلناکی را از هر گکتر بلند می‌بردارند. با دستور و سپارش پرزیدنت مملکت عاید به تامین و ذخیره هر یک خانواده با محصولات کشاورزی از جمله سبزیجات در ولایت سوخت سال جاری میدان کشتی کارتوشکا زیاد کرده شده. میدان عمومی کشت در همه شکل‌های خواجگیداری هم در کشتی اساسی و هم در کشتی بروقتی به زیاده از 25400 گکتر عملی گردید. طبق معلومات آماری به سنه 1 اکتبر سال جاری 376623 تن کارتوشکا استحصال گردیده است که این حجم نسبت به سال 2020 33338 تن زیاد می باشد. در شهر استراوشن این نشان داد 38612 تن را تشکیل داده است. الحال در موضع های کوه و نزدیکی شهر و ناحیه های استراوشن، دیوشتیچ، شهرستان، پنجکند، کوهستان مسچا جمع آوری حاصل کارتوشکا جریان دارد. رئیس ولایت از محصول مهنت خواجگیداران اظهار قناعتمندی نموده افزایش دادن استحصال سبزیجات دیگر از جمله سبزی را از عامل‌های تاثیر به ارزش محصولات در بازارها دانست. کارتوشکا پروران استراوشن غونچین کارتوشکا را در منطقه پایان شهر استراوشن تمام نموده. در منطقه های بالای استراوشن که جماعت های دهات نوفر و جماعت های دهات چهارباغ، پشکن، خلچی کلان که عین حال غونچین کارتوشکا ادامه دارد. حاصلناکی میانه کارتوشکای خواجگاه کشاورزی تا این دم تا 250 سنتنر رسیده است که آینده امکانیت هست از این هم زیاد کارتوشکای استحصال نماید. در دوران صاحب استقلالی شهر و دهات استراوشن رشد نموده. بنیاد انشاءات خوشطرح و زمانوی به نمای ظاهری شهر زیبایت ها نموده است. در بنیاد انشاءات متخصصان ساحه معماری و ساختمانی تجربه و ملکه خاص دارند. در ساختمان و بنیاد انشاءات سهم صاحبکاران وطندوست شهر استراوشن شایسته و ارزنده است. سالهای آخر به خصوص در دوره جشنگیری 30 سالگی استقلالیت دولتی در شهر و دهات استراوشن کارهای سازندگی و بنیادکاری وسعت گرفته. صاحبکاران با پشتیبانی از سیاست آبادکارانه حکومت جمهوری انشاءات اجتماعی، اقتصادی، معیشی، خدمت رسانی بنیاد می‌نمایند.
در دایره سفر کاری به شهر و دهات استراوشان رئیس ولایت رجب احمدزاده از رفت ساختمانی چندی از انشاءات بنیاد شونده بازدید به عمل آورد. از جمله جریان ساختمان بینای کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر استراوشان، مجمع فرهنگی و خدمت رسانی ظفرخان جوهری، مهمانخانه و مرکز خدمت رسانی استراوشان پلازا در خیابان اسماعیل سامانی و مجمع خدمت رسانی شاهراه ابریشم که از جانب شرکت وطنی مبدأ نور بنیاد می‌یابد مورد نظر و توجه قرار داده شد. ضمن شناسایی با جریان کارهای قدرتی به صاحبکاران و ساختمانچیان، تامین طلبات و صفتی کارهای قدرتی با استفاده از مصالح با صفت بناکاری و آرایشی توصیه داده شد. بنیاد و استفاده دهی چنین انشاءات معاصر به پیشرفت اجتماعیات و اقتصادیات، بهتر گشتن انفراستراکچور خدمت رسانی، تشکیل جایهای نوی کاری مساعدت می‌نماید. بنیاد و کاراندازی کارخانه‌های نوی صنعتی از جمله جمعیت دارای مؤسسات محدوده عدل که به استحصال محصولات پلاستیکی، بازیچه‌های بچگانه و ارابچه‌ها و دیگر اشیای کودکانه نگرانده شده است به رشد ساحه صنعت در شهر استراوشان مساعدت نمود. الحال ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات شهر استراوشان برای فعالیت منتظم در دوره تیرماه زمستانی سالهای 2021-2022 آمادگی می‌گیرند. از جانب شبکه‌های برق شهر استراوشان تا این دوره تدبیرهای نقشه‌ای چاره‌بینی‌های زمستان‌گذرانی عملی گشته در محل و دهه‌ها و منطقه‌های سرباری نیروی برقشان زیاد، ترانسفورماتورهای نو نصب کرده شده، خط و شبکه‌ها از شاخ درختان آزاد و قسم‌های احتیاطی خریداری و ذخیره گردیدند که این تدبیر از عامل‌های کم گشتن تلفات نیرو است. در شهر استراوشان رئیس ولایت سوخت با عیادت سابقه‌داران پیران برنادل آمد. از جمله اینابت الماس و ساکن جماعت دهات چهارباغ که سال تولدش 1942 می باشد تحت عیادت قرار داده شد. او در وظیفه‌های رئیس جماعت چهارباغ ظرف 10 سال و در ساحه معارف 45 سال به حیث آموزگار و دیرکتور فعالیت نموده است. صاحب فرزند و نبیره ها است. 34 سال دولت با کار کردم، خدمت خلق کردم. 16 سال دیرکتور مکتب شدم. 18 سال رئیس سویت قشلاق لیلناباد حاضره قشلاق چهارباغ شده کار کردم. من آنه سیر فرزند، سیر نیویره، سیر ایوره هستم. امروز نیویره های من در کار وطن، کار جمعیت کار کرده استادم. 11 تا ایوره دارم، 11 تا نیویره دارم، 3 تا فرزند دارم. حاضر فرزندان من، نیویره های من برای خدمت وطن است. من مندندار هستم. سیاست امام علی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، پیشوای ملت، سرکرده راه وحدت ملی، سیاست امام علی رحمان، راهنمایی امام علی رحمان در ناحیه در ولایت سوخت کارهای خیلی زیبایی و چندان زیاد است. نهایت منت دارم. لوبت جورایوی 104 ساله استقامت کننده دهات چهارباغ شهر استراوشان نیز به عیادت فرا گرفته شد. او سابقه دار ساحه کشاورزی، سابقه دار مهنت در عقیبگاه جنگی بزرگ وطنی می باشد. زیاده از 65 سال در کالخاز سابق لنین فعالیت برده است. الحال صاحب فرزندان، نبیره ها و ابیره ها می باشد. رئیس ولایت به عیادت شدگان کمک های مادی و پولی رسانیده. اظهار داشت که دولت و حکومت همیشه و پیوسته چنین اشخاص خدمت نشان داده و مهنت کرده را قدر می نماید.